زیاد. این سگ زگ نام دارد و با زیرکی و هوشیاریش نام برآورده است. فقط فرمانهای صاحبش را اجرا میکند. 2 سال پیش برای یافتن یک جسد به نجات بخشان کمک کرده است. الچه کفتر هست که برای دیوار دام را کوفتنده که خوب دبولش میگرده. ما 2 شبانه روز گفتیم فقط اگر همون سگ مخصوصی درس دادگی همون نمیبود ما مدال مخصوص با سگ دادیم که چه افتخار بود. صاحب زگ نظر شربتوف در دهه گلستان ناحیه واسه زندگی میکند. سال 1975 از واسه به خدمت حربی به لاتویا رفته است. در قسم حربی به او تربیت سگ‌ها را آموخته اند. زگ دهمین سگ دستپرور نظر شربتوف بعد خدمت حربی است. 3 تا سگ انگلیسی درس دادیم. خب ایدالجبور 3 تا اوچرکه آلمانی درس دادیم. خب باز 2 تا دیگه 3 تا دیگه باز درس دادیم. زگ 12 سال دارد و پیر شده است. مثل سالهای پیش هوشیار و چالاک نیست. از بس که یک گوشش نمیشنود، زگ دستورها را با تأخیر و به زور اجرا میکند. اینه سالش بالا کشید یا خدمت میبرد. بابای نظر از زگ نسل گرفته است و قصد دارد یک تای آن را تربیت کند. 8 بچه به دنیا آورده است. هر روز بابای نظر از حال سگ بچه ها خبر میگیرد. میگوید که زبان آنها را میداند. میگم بوشی میشینه، میگم بخیز میخیزه، میگم خوره خو میره، میگم بیار میاره. بابای نظر همه سگ‌ها را با زبان روسی تربیت کرده است. سری تیز آموختن سگ‌ها در کوتاه بیانی است. حالا کسی نیست که در واسه بابای نظر 68 ساله را با سگ‌هایش نداند. جانوری که دستیار وفادار انسان هستند و کاری را انجام می‌دهند که خود انسان‌ها کردن نمی‌توانند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.